توکل بر خدایت کن، کفایت میکند حتما. اگر خالص شوی با او صدایت میکند حتما. اگر بهوده رنجیدی از این دنیای برحمی، به درگاهش قناعت کن، عنایت میکند حتما. دلت درمانده میمیرد اگر غافل شوی از او. دلت میگه میمیرد اگر غافل شوی از او. اگر از پروردگار دور شوی دلی تو مرده هست، یعنی تو در حساب مرده ها هستی. دلت درمانده میمیرد اگر غافل شوی از او. به هر وقت صدایش کن، حمایت میکند حتما. به هر وقت صدایش کن، حمایت میکند حتما. خطا گر میروی گاهی، به خلوت توبه کن با او. خطا گر میروی گاهی، به خلوت توبه کن با او. گناهت ساده میبخشد، رهایت میکند حتما. گناهت ساده میبخشد، رهایت میکند حتما. با لطفش شد نکن هرگز، اگر دنیا حقیرت کرد. تو رسمی بندگی آموز، حمایت میکند حتما. اگر غمگین اگر شادی، خدای را پرستش کن. اگر غمگین اگر شادی، خدای را پرستش کن. که هر دم بهترین ها را عطایت میکند حتما. که هر دم بهترین ها را عطایت میکند حتما. اگر غمگین اگر شادی، خدای رو پرستش کن. یعنی که وقتی که غمگینی هم خدا بگو، وقتی که شاد هستی هم خدا بگو. بعضی از برادرای ما وقتی که شاد باشن، وقتی که کار دنیاییش خوب باشه، دیگه خدا را فراموش میکنن. حضرت میگه اگر غمگین اگر شادی، در هر دو صورت خدای را پرستش کن. یعنی همیشه خدا را یاد کن، انشاءالله که خدا تو را یاد میکند. حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه. گفت یا آب است یا خاک است یا پروانه. گفتمش احوال عمرم را بگو، این عمر چیست؟ گفت یا برخ است یا باد است یا افسانه. حضرت میگه از عمر پرسیدم حضرت که عمر چیه؟ گفت عمر مثل یک برقه، یک چراغ روشن میشه و گم میشه، یا مثل یک باد میگذره، یا یک افسانه. عمر انسان هیچیه. گفتمش اینها که میبینی چرا دل بستند؟
گفت یا خوابم یا مستم یا دیوانه. گفتم اینها را که میبینم بسیار در دنیا دل بستن، به خاطر دنیا شیدن نماز و روزه و دیگه حج و زکات ندارن. اینها چی؟ حضرت گفت اینها یا خوابن، یعنی در خواب غفلت هستن، یا اینها مستن یا دیوانه هن. گفت از این دو چیز اینها خالی نیستن. گفتمش احوال جانم را پس از مردن بگو. گفت یا باغ است یا نار است یا ویرانه. گفتمش احوال جانم را پس از مردن بگو. گفت یا باغ است یا نار است یا ویرانه. خلاصه گفتم که بعد از مردن حال من چی میشه؟ جناب حضرت گفتن بعد از مردن تو دو جا داره، یا باغ، پیامبر خدا گفتن که القبر روضة من ریاض الجنه، قبر یک باغ از باغ‌های جنت است برای اهل ایمان، یا گفتن یک چقری از چقری‌های دوزخ، یا بالاخره یک ویرانه. از این دو چیز خالی نه. خلاصه ای دیده اگر کور نی گور ببین، وین عالمی پر فتنه و پر شور ببین. شاهان و سران و سروران زیر گلن، روحای چمه در دهنی مور ببین. شاهان و سروران زیر گلن. دیگه پادشاه ها و سروزیرا را همه را میبینی در زیر خاکن. روحای چمه، روحاشون مثل ماه بودن اما دیگه بالاخره در دهنی مور اینها را میبینی. بگذرم از جهان یادم کنید، بگذرم از جهان یادم کنید. در کجایی گفته فریادم کنید، در کجایی گفته فریادم کنید. بعد مردن تا نگردم به نشان، ذکر خیری دوستان شادم کنه. اگر خطای رفت از منظرت، آن خطا بخشید و آزادم کنید. یاران و برادران مرا یاد کنید، تابوت مرا ز چوب شمشاد کنید. تابوت مرا قدم قدم بردارید، در خاک سیاه مانده و فریاد کنید. در خاک سیاه مانده و فریاد کنید. خدایا
ستاری غفاری